به نام نامی الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، همراهان همیشگی فوتبال. هفته 22 رقابت لیگ برتر، تراکتورسازی پدیده، بازی که در ورزشگاه یادگار امام از این لحظه آغاز میشه. از رو توپ رد میشه حاج صفی، از همونجا مستقیم و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. حرکت از سمت چپ از بازیکن پدیده، توپ فرستاده میشه مستقیم و درست در جایی که محسن فروزان اونجا حضور داره. 3 در مقابل 5 بازیکن تراکتور. حرکتی رو که انجام میدن، خروج محسن فروزان، فرصت برای پدیده ها هست. بهنام برسای به عقب‌تر و ضربه که زده میشه و محسن فروزان توپ رو در اختیار میگیره. کوتاه کار رو شروع میکنند. ارسال روی دروازه، فرصت برای پدیده و بار توپ به راحتی در اختیار محسن فروزان قرار میگیره. از اون دریبل های خودش باز هم یه دونه انجام میده. مسعود شجاعی با پای چپ ضربش رو میزنه، برخورد به مدافعان تیم فوتبال پدیده. فاز دوم حمله شکل میگیره. اسماعیلی فرد ارسال روی دروازه و توپی که به هر ترتیبی است در میاره دروازه‌بان پدیده. همچنان فرصت هست. ارسال سوگیتا، حمله ادامه داره برای تراکتورسازی و دور شدن توپ. دژاگه با پای راست ارسال روی دروازه و به بیرون رفته. یارگیری نفر به نفر در داخل محوطه جریمه. ارسال روی دروازه و توی دروازه. گل برای تراکتورسازی و حالا این تیم 1-0 پیش میفته و چه کسی هم گل زد. اشکان دژاگه ارسال کرد توپ رو و آنتونی استوکس با ضربه سری که زد سلام میکنه به صدر جدول لیگ گلزنان. حاج صفی، شجاعی، یه بازیکن سمت راست هست، او رو میبینه، راه میندازه اشکان دژاگه رو. دژاگه ارسال روی دروازه، یه ضربه سر و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. میبرن به فضای خالی در سمت راست. کنترل توپ دژاگه و عقب‌تر اکبر ایمانی از همونجا ضربش رو زد. خیلی ضربش بد بود و با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت. صاحب توپ هستن، اشتباه در زمین خودی. فرصت برای بازیکن پدیده تک به تک با دروازه‌بان و خروج به موقع از محسن فروزان که نجات میده دروازه خودش رو. همچنان فرصت برای پدیده و ضربه‌ای که از پشت محوطه جریمه زده میشه و توپ از بالای دروازه با اختلافی زیاد به بیرون رفت. 11 بازیکن اصلی پدیده هستن. باز هم تراکتور پشت محوطه جریمه. فرصت اکبر ایمانی و ضربه این بازیکن که از بالای دروازه به بیرون میره. قاسمی نژاد ارسال روی دروازه خطرناک و توپی که به دیرک دروازه تراکتور هم برخورد کرد و توپ دور شد. باز هم محمد قاسمی نژاد ارسال روی دروازه، ضربه سر زده میشه. همچنان فرصت برای بازیکنان پدیده و از بالای دروازه توپ به بیرون میره. یاران همدسته نمیرسه. توپگیری عالی از ساسان انصاری، یه بازیکن هم از شروع برمیداره. 1-2 رو با استوکس و ضربه‌ای که ساسان انصاری به توپ زد و توپ رو دروازه‌بان گرفت. باز هم توپ رو در اختیار میگیرند. لحظات نفسگیر پایانی بازی. ارسال روی دروازه و ضربه سری که زد این بازیکن یونس شاکری و توپ در اختیار فروزان و سوت پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم تراکتور و پدیده با حساب 1-0 به نفع تیم فوتبال تراکتورسازی.